سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه در رابطه با ارز دیجیتال. خب همونطور که میفهمید نوت کوین 4 روز دیگه قرار ماین کردنش کنسل بشه، یعنی قطع بشه و دیگه نتونیم ماین بکنیم و یه خبر خیلی ناراحت کننده بود که از طرف نوت کوین اومد و هر 10 میلیون رو میتونید بخرید. حالا نمیفهمم به زودی قرار مثلا هر 1 میلیون 5 میلیون هم قابل فروش بشه یا نه، ولی حالا هرچی یه ارز دیجیتالی اومده به نام، حالا نامشو من نمیتونم بکنم، ولی این ارز گفتن که جایگزین نوت کوینه و تا الان کمتر از 2 میلیارد آدم در حال ماین کردنن که اگر بیشتر بشه حتی این ربات تیک آبی هم میگیره و اگر از الان ماین بکنید، چون که تعداد تقریبا کمی دارن ماین میکنن، شما در آینده یکی از کسایی که خیلی این ارز رو داره هست که بعدا میتونید حالا شاید بفروشید. حالا من درست خبرها رو نمیدونم. خب حالا اومدیم با هم توضیح بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو حتما این ویدیو رو لایک بکنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید که تا اخبار چیز اومد براتون بذارم و لینک این ربات رو میذارم تو کانال تلگرامم لینکش تو دیسکریپشن یا حالا اولی کامنت پین میکنم. تو اونجا لینک ربات رو گذاشتم که اگر برید هم سریع وارد ربات میشید، هم اینکه 2500 تا سکه این سخت جمع کردنش و 2500 تا خیلی یکم دیگه هم ماین میکنین کاپتون میره بالا. خب حالا بریم سراغ آموزش این ربات. از قسمت آمارها شروع میکنیم. اینجا در قسمت اول حالا خودم براتون علامت گذاری میکنم. در قسمت اول تعداد کل حالا این ارزی که جمع کردن تا حالا. خب حالا دومی تعداد کل پلیر هایی است که حالا دارن ماین میکنن و پایینیش دیلی یوزر هست که حالا شاید هم اشتباه بکنم، ببخشید. پلیر هایی هستن که امروز اومدن و ماین کردن که 690,000 نفر آدم هستن و آخری هم تعداد کسایی که همین الان دارن ماین میکنن 16,503 نفر هست که الان دارن ماین میکنن. خب حالا این کاریش نداره. قسمت بعدی که بوست هست، حالا ما میزنیم روش. اینجا در قسمت اولی که عکس حالا آتیش هست، فایر، اونجا مثل همون نوت کوین بود که میزدی سریعتر میتونستی جمع بکنی. این اونه. هر روز 3 تا دارید. الان من 3 تا استفاده کردم، 11 ساعت دیگه دوباره 3 تا برمیگرده بره خود که اینو بزنید بیشتر میتونید سکه ماین بکنید تا حالا چند، حالا 1 دقیقه نمیفهمم 30 ثانیه یا همچین چیزه. بعدی که فول تانک هست، این حالا ذخیرتون رو پر میکنه که از مثلا اگر این تموم بشه اینو پر میکنه. خب که خدای مثل تقریبا نوت کوین هست، یا شاید هم اسکی باشه. بعدی مولتی تپ هست که هر چقدر که الان من لولم 5، هر چقدر بزنم رو صفحه مثلا از یکی الان 5 تا سکه میده هر بار که بزنم. بعدی انرژی لیمیت هست که سریعتر نه ببخشید تعداد حالا این ارز رو الان که داره کم میشه تعداد تعداد این رو بیشتر میکنه که از 500 تا الان 2500 تا است که میتونید بیشتر ماین بکنید. بعدی اسپیده که این سریعتر اگر صفر بشه سریعتر پر میکنه که یکم
حالا گرونتر است که 10,000 تا باید بدید. بعدی هم تا بات که همون مثل بات نات کوین که میرید و میایید براتون خودش همین ارز رو جمع میکنه و میتونید سریعتر جمع بکنید که این 200,000 تا میخواد نسبت نات کوین خیلی بیشتره و باید سریعتر. قسمت تاپ هم که میزنید خودش حالا این ارز رو میده. بعدی رنگ ها هست که الان من سیلورم. تا اول که میای وود هستین که اینه، بعدی دیگه میای برونز، بعدی سیلور، بعدی گولد و همینجور تا آخر. مال نات کوین خب بذارید تا دایموند لیگ بیشتر نبود، ولی الان مستر لیگ، گرند مستر لیگ، الایت لیگ، لژندری، متیک، حالا میتیک نمیفهمم، حالا هرچی هست که باید خیلی جمع بکنید تا برسین. خب که حالا تو قسمت تسک ها میریم. اینجا همون ماموریت هایی هست که میتونیم انجام بدیم و 200,000 تا در برابرش حالا به ما این ارز رو میده. در قسمت لیگ، حالا هر لیگی که برید یه مقدار سکه بهتون میده که خوبه. لیگ گلد الان من تموم بکنم 10,000 تا سکه میتونم برداشت بکنم. و قسمت رفت هست که هر نفری رو که بیارید حالا این مقدار میتونید سکه، حالا من بهش میگم سکه، این ارز دیجیتال رو دریافت کنید که حالا تو خیلی هست. حالا من چون که دی پی آی گوشیم اینجوری یکم کوچیک است و حتی سکه هم رفته بالا، وگرنه این یکم جمع جورتر. و این قسمت هم که کسایی رو بیارید بهتون نشون میده که حالا این گفتن که جایگزین نات کوین و بعدا قرار لیست بشه. حالا من این لینک رو براتون توی دیسکریپشن میذارم که هم 2500 تا سکه حالا این ارز رو از اول داخل حسابتون باشه و در طرف دیگه هم که سریعتر وارد ربات بشین که حالا لینک کانال تلگرام هم این زیر هست، تو اونجا این لینک رو گذاشتم و میتونید استفاده. خب بچه ها این بود از این آموزش. حتما این ویدیو رو لایک کنید خدایش، چون که سریع ترین هم نه، ولی خب جزو کسایی بودم که سریعتر این ربات رو به شما گفت و بعدا جزو کسایی بشین که بیشترین سکه رو در این ارز دیجیتال رو داشته باشین و خوشحال میشیم که عضو کانال تلگرام من بشین. بچه اگر صدا بده ببخشید، چون که صدای من گرفته و یه کم درد میکنه صدام. و حاجی عجب. و حالا این ارز رو برید ماین بکنید، چون که نات کوین تقریبا دیگه تموم هست و برای همین باید جایگزین براش پیدا بکنید. خب تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.